سلام، به شهر آنباکسستان ما خوش اومدین. ما تو این کانال کلی آنباکس میکنیم و برای شما میذاریم. بچه‌ها اول از همه قبل از اینکه باز کنم بگین که طرفدار کدوم تیمین؟ تیم قرمز یا صورتی؟ بچه‌ها قبل از اینکه من اینا رو باز کنم و با هم ببینیم سابسکرایب کنید که بقیه آنباکسامونم ببینین. لایک و کامنت هم یادتون نره. بگید سری بعد چی رو آنباکس کنین و لپ قلبی بیارم یا نه. بچه من از نقطه چینش این رو باز کردم. بچه ها موقعی که این رو باز کردیم فکر میکنین چی در اومد؟ من خودم باورم نمیشد. خب بریم که بازش کنیم تا با هم ببینیم. بچه من اینو باز کردم. اولین چیزی که برام در اومد یه دونه کاراکتر هری پاتر بود که خیلی خوب و نسبتاً خیلی با کیفیت بود، با یه دونه جاسوسی پاپتی که نسبتاً خیلی با کیفیت و اوکی بود. رنگش هم خیلی خوش رنگ بود. بعد چند تا آب نبات ها از این آب نبات شکلاتی های خوشمزه بود. بچه ها بریم حالا رنگ صورتیشو باز کنیم. تا الان که رنگ قرمزش عالی بوده، نسبت به قیمتش هم خیلی خوب بوده. بچه ها حالا بریم رنگ صورتیش هم باز کنیم. بچه ها اولین چیزی که تو رنگ صورتی برام در اومد یه دونه از این جاسوسی هایی که آویزون میکنن با طرح قورباغه پولیشی بود، دوباره با چند تا آب نبات. بچه به نظر شما کدوم تیم برنده شد؟ به نظر خودم تیم قرمز خیلی بهتر بود.